این چی بدبختیه؟ اما هر چی بدبختیه به سر منه. تو از دست می دخترها، از دست می زن خو، از دست می بچه خو اصلا مزدورم. هر دم آدم اینا زنگ بزن که شما بخدیم بیاین بخونیم. بابا که میاییم با یک که بیاین که ما هم زندگی خوب بفهمم، کار خوب بفهمم. با همین غلام تو سیکو که با مادر خورن میاره چرم کشیده که من برباد کرده. همین تا هستم که اصلا کلم کار نمیکنه. که من چی میگم؟ اگر مایی شده رفته بده خیلی باشه بابا. چکاره اینجی گوشیشتی به چای خوردن استادی. چه به چای خوردن استادم؟ ها چرم استادم؟ و چل نستگیم چای نمایی میگم بله تو هم مقدر فکر بکردی که من چی خاطر به چای خوردن استادم؟ نه فکر نکردم 2 کیلو سرشیر که جمع کرده که برم به بازار بفروشم که مادر غلام گفت بیار که من عوض دارم دل من ماست بترقه اونا رو هم با خودم ها میشتم استادم بخونه راست میگین بابا چه کار کنیم میمونای دیگه بیا آماده کنیم بابا جان که میایم یک که بیان که اقلا من زندگی خوب بفهمم ولی که بابا اینا مفخورا بفتادی میایم که در خومین دادم عرفتن نیم که فقط این دیگه اوتر با داکه بابا برین دیگه چه مار که ما به خرج خونه و نجیسی بابا که این بچه ها شاغلان که به کل مقدار سرم بخودم شوخی میکنم نالا مار بس کسم زندگی مار خراب کردم من نمیفهم چکار کن خود از اینو تو یک کار که بابا چکار کنم تو اینا رو پیدا کنم با جواب ده بگم برین لالا برات کار خوره ما بیزار از این دو مادریم ها هر دو تا جواب دیو گیله کنم جواب هم گیله کنم جواب دیو شاغلا من جواب ده چی بگم بابا بگم برین کاکا برات کار کنین دیگه اوتال نیه ایتا مثلا شیفری بگم یا ایتا رو خراست دوغر شلب دو پرگ عمل بابا جان شیفری به درد نمیخوره همینطور رو که پاس بگو برینو بد نیه ها بعد نیه برو دل جمع باشیم هر که دق میشه بره بخونه خود 12 تا نمیخوره بابا جان اینجا بوتال 12 که نیه نه راست میگیم بابا ما خود مموشا خونیم من 2 کیلو سرشیر جمع کردم گفتم بازار تعریفی بشه اینا رو بگیرم مراس کردم راست میگیم دل مای بتر قدله راست می خود ما هر وقت سرشیر ببینی خیال گوشت بره میکنی آره من میرم هر تا جواب میدم برو اگه برف کجی کردم که خود صفاق نکردم خود من میرم اینا رو میشونم از رسید بخوریم میگم کاکا جان از بیشتر دیگه من بازاب نکنیم بریم بخونه خوب من بیزار از این دو مادریم و گفت بفهمیدی و نفهمیدی 4-5 بچه تو داری 4-5 بچه رو داره مقدار سرم پاک بخوردی حالا دختر خاله به من میمیری بی تو میمیرم حالا دختر خاله گل بچه کجی سلام علیکم شنی خیلی هستی گل هستی شکر کجا بخیر بله کجا بخیر گفتم برم یک برزشکی برم برزشک به تا سهرا ایلا سیکو براجو تو دیگه بیخی دیگه گنده کدی همی باز که رگه پیار ما بزیر پاتو نبینه بیاد و اصابای گردن ما بند باشه همی که شرطی کردنیه که ایده بالی 10 درجه اگه این باز که رنجه پاتو نبینه تو رسه اخبالا میکنه میزنه به تاوی جو که یک جلک گنی یعنی تو میگی باسکیل به دست من نمیده کاکا خسور من؟ نه کل خراب روز اولی تا بزرگ غلبه رفتم من روز اول پیار من نمیفهمی که تو از یک چه بیشتر نیستی که اگه میفهمید نمیدون این باسکیل امالی الله کلوزر به پیش پیار من بیشتر ارزش داره گیلک جو جایزه به من باشه من بیشتر از لانکور زر پیش بیار تا ارزش دارم سکو ما به تو چی میگم رده دیگه پاریالا کن برارم سکو بعد تو نیای خوب شما برای 1-3-4 روزی تشریف ببرین بخونی خوب کمک زحمت کم کنین دوم به خیریت بکنین شوردین بکنین که باید بیایی برین بخونگاه خوب تو دماد مغلام که خاطری با ما به خیر خوشی مای خارج میمون بیای برا جون خاطری اونا سویه های نوالای سرکلیش ما به اونا نمیخوره ما و باجیم غلام بریم به سراخ و بریم که به شما خارج میمون میآید بله یا برا جون خب اگه ما پیش خیریجی ها باشیم چه کار میشه؟ نه نمیشه تیپ قیافه شما به خیریجی نمیخوره نمیخوره؟ یکن شما گپ زدن یاد نداری کمک عقل کمال شما کمه مثلا هرچی به دن شما میه هر پوچو پچو لولعبه که میه میگی راست میگی خب اکدو کشور میای خارج کسی که برو جهنال ما بگون تو میشنیسی کشورها همه کشورها رو که بلدم از افغانستان میای برانم اگه میفهمی و کشور افغانستان؟ پاسپورت دارم یا نه دیگه نه خیریجی هم گیلک جو خدا بیاره یک روز بریم به کشور افغانستان ما برو دیگه گیلک جو دهنه مرمبر دار به جلو خون لک کرده بری شاغلام کجا چی؟ شاغلام مچم ساک شما بیرو که شاغلام مچم کجا را؟ دورم اگه دیدی بگو بری خب بالا شو به ترک بالا شو نه من نمیشه من میرو که کار دارم
ما بر تا خیریجی ها بیایم برم ها. دیگه با که اونا رفتن با می آمدیم بیایی نه می آمدیم من نیومدم. آخه تجی نیم شو که اگه ما مستادیم 6 شو میشه. خونی دل شما هست یک هفته بستکیم برو جو 10 روزی. خاطر بریم بخیر بریم. خاطر نزبات مگفتن که 10 شو بستکیم. این جگاه و تلگه که 10 شو بستکیم شما بخیر ما به خرج خونه بردیستیم. حقل کمال تو دومات بخیر خوشی بخوری. اونو شو میشه تو خودی کله گنده خواردو تا باجه بخونی ما نمیفتدیم خونی در دکا بیچاریمه بدبخت شدم بیعقلا بریم میگم ما کشور افغانستان آمده میگه خدا بکنه روزی ما به کشور افغانستان بریم بابا امی جگاه کجای افغانستان نی امی کجای نمیفهمم چپکا گل بچه خاله گل لاله فدای بچه خاله رفیق خوش اختلاطم چپکا گل بچه خاله گل لاله فدای بچه خاله فدای گل خنده های بچه خاله سلام علیکم کجا میری سلام علیکم خوب سلامت خوب زنده بشی همین خر خسور خوب نیست با وقت خیال میکنه 2018 سوارو خط هز بره لامسته رد خر دماغ زر شما میگینم که ما خونه از خود داریم یا نداریم همونجا 2 نفر 3 نفر نون خورده هم داره کنه نون مایا با مادر این فکر نمیکنم اینجا آخه لالا خونه خسور به باجه و بابوجیگاه ما هستیم ساعت با تیره روز صبح شب شود تا با صبح ساعت با تیره خوبه دیگه نانی ما اونجا دیگه خراب پرته دادم دیگه ساعت اینو تیره دیگه نمیگن که با خونه دارم نداره نه باور کمی چلی بگیریش نه من پیش خو هم تا کل چلیم میکشه نانی ما و خوشی ما خود هم بگن اکسره چلیم میکشن خوبه دیگه قولم جو چلیمو بگرد اختلاطام بگرد باور کنی نانی ما زن نمیگه که اونجا پیار عباس خود عباس نونی ماین اوی ماین شب دستم سر زمینای با قولم تو که میری چه نانی من میبری با نانی هم میری 1 شو 2 شو نه که 1 هفته اونجا تیر کنیم بعد دیگه اون مردم چی میگن خب لالا و نظر تو اصلا نگاه پیغام نه خور برات تو خود میبری خب نه من بگم تو دوست دارو خودت ببر تو کن بگو من بگو نه جو بگو اگه من مستکم خیر مستکم شما برین که به خونه بابا من پیار من عباس بیا کینه سخ خسور بله بیا کجا میرفتی ما همیت از خرابه شقرا بخو خسوری بکن میشه جان تو غلام برو اگه رفتی به خونه خسور خب ننه بگو عباس بیاد و نماد اینجا بگین بخزم بیام من ننه رای بکنم ما دیگه با باجی بابو جاسته من نمیرم به خونه کجیرینا خوبه با بیای خوبه نان خراب مدرم و عوض گوشی رو نمیداره فکری اون نمیشه با بالی گوشی اشتا کنم من یا خاک بام سر تو شام مادم بشه که هیچ روزی تو به یک راه برفتی به زودی پس نمیدی اشتا کنم ماله بابا وردار دگه نه دگه زرک و سکه نمیزنی به سرا چه کار لالا رمضان با خود خوب جنگی ای لالا چی مونده نباشی خیریات بخیر چه این جساتی لباسات کوچه خلاص کرده لالا بابا امیر کم شکه آمدی که سیر بکنی هم شکم از این میگه سیر بکنیم یا اگه به دست نمیه که باشه شکم سیر میکنم مثل امی خرای که به تا میدی تاشون یک دم بالی و شوره کش میکنه یک دم بالی و خاک کش میکنه امی تمی سه چرخ هم تاشون به دست از یونه راست میگی لالا رمضان اون روز ما به دست بچه مغولان صدیق گیدیون دیدمی هر کی لالا به تا میدی هم ریگه به زیر دندون میه سه چرخ رمضان این سه چرخی نیه فرغون تیار شده گری تیار شده هم سایه دریه دیگه چکار کنیم مال مجبوریم 4 روز میگه خود یه پردی خوب کنیم دیگه خودم هیچ چی بدی سه چرخ هم بخیر خیریات نمونده هر چی کو بیدم نه لالا نباش کمش بده سه چرخ جدا ساعت کی باشه میتونه خیر باشه حالا تو کجا میری یاره برو از ما پرسان نکو دست می گیدک برو کم خیلی عذاب چرا 5 6 شب میشه وقت سفر تا بخونه خسور خو میگه بس تمام می کشت کار ما میبینیم همه که با ما صحیح میکنه 5 6 شب میشه خود دیگه خیلی میشه میرون به می تا خسورایم خوب ما می خسورا ما 1 شب نمایه بخونه خب میرونم که میرون اشته 5 6 شب بخونه خود جمع میکنه خسور از خود خور نمایه ما اون روز که شما با ما معلومه دیوار ماره میشناسم من میفهمم که ما اشته دومادا دیونه ساده به گریب داده غلام تسکو اگیلک بتر گیلک تسکو از غلام بتر حالا ما امروز خودی بشیاریه هم رنگ دومادا کنه دیگه چی فرقه بازم هر چی نکی دیگه شیشته تره حالا ما چی خدمت کنم تیار بشی برو جدا بریم خدا حافظ برو بخیر برو کنم برو خدا برو بیارم تمی دریا ما مونده نورالله اگه برار من دیدی شام ماده بگو تستاره بیا
که همین جگاه ما بم مردم به می گرمی. گندو گل گندو به خدا جان، دختر واله بلدو به خدا جان، گندم گل گندو به خدا جان. شو میگو سلام علیکم. من از صبح تا شام برای خر میگردم. خر بزنی پا تو چیکار میکنه؟ خب دیدم خر به یک میشه بخکرده گفت تو با شما رو به چه کاره بذارم. آخه میگو شما از خود خونه زندگی نداری، روزگار نداری. داریم شکر خدا. ها؟ داره بیشتر رو داره. الو میگم شما از خود خونه زندگی نداری، روزگار نداری. داریم شکر خدا. من با من از صبح تا برای دمی خر میگردم که خر بکودی که خونه ولی خر بزنی پا تو نگاه تو چیکار میدی؟ دیگه اگر راست پرسا کنه که گفتم خر به تد خونه بخکرده بود. خب گفتم با شما رو به چه کاره بذارم که حداقل تعمیدی هوای دی به راجع به گل یا بعد دیزل تمامیه. نه بابا دیزل تمام خیلی بالا تحریم بوده از 2010. تاش بگو تاش. بله تاش اول خر تاش. چره تاش شده که. باشه میبرم. آی ولنگ ولنگ باشه برم بخ میکنم. چرا میکنی خود من میبرم یلا کن. علی هم بازی بسا بکن. از دلبر ایش کن. ماشاءالله مسیار غلام جا عجب الیاس بازی داری نبودی نیه تو رو میگه فرش زمین میکردم. چرا باجه بابا تو چه دستم خاره ببینی مگه تو قرار بود که من خرسویری کنم. خب دیگه تو باسکل تو بردی چه باسکل بردی بدی؟ بله تو چه باسکل بردی چجیر بدی؟ من بدی که تک باسکل بابا چیز کنن باسکل پیار ما بابا بکتا میگو شما از خونه زندگی نداری. اینه تاش اول خر. بابا کمتر بابا یک ده دقیقه بس تک بالا کن بالا بک تاش اول خر. چرا میگن جگاه ما دیزل تمام یک کار کرد. کاکا خسر ما دومات شما چی دومات شما نه مهمان شما نه میگو این بخیر نگه شما دو واجه سواری کنی. این ورزش خود کلا گنده چکا میکنید میگو خرو بزنید دیگه کاری براش میگه یاره بلاس بزنید نباش تو بزنید سبا خر بکن سال کن کاکا خسر حالا تیار دیگه. سال شون شما پر خاک میگو شما به خرج سال وردی شما دو نفره. به خرج سال کو بردن شما اشته به وردی. خرج سال اشته یعنی از خود خونه زندگی نداری. نه از خود خونه زندگی نداری. چیا عجب والله. خوب دیگه نون مفت میزنه. یک باسکل سیاری میکنی یک خر سیاری میکنی خوب والله دیگه. و چه کار کنه برای مخونا خبره کاکا. یک لقمه از این سیشگیرا بخوردم غیر نانه ازی آره بخور نخوردی. زنم من کاکا خسری نون در زدم دیدم مادر غلام میگه که اینا با ما آوردم یا با تو گفتم هر لقمه سرشیر که نخورد گله به بند جلم خورد. بابا ایلا بله. برای کاکا برای کار کن. برای زن کاکا نمار داریم برای میکنی خوب برای. کاکا من خرنده دارم کار کس من ورد. مادر خورایی میکنه خود دستو برای کاکا برو. برای زن کاکا خورد داریم. هر دو نفر من مستقیم برای مسئله خو برای مستقیم برای مسئله خو. برای باجه یعنی باجه تو هم خیلی دستا بکی بدی باجه نگاه کنه بیایم بره قرار خودش با خوده خاله خوشو بو با خود خاله خوشو بره خوشحال مادر خوشحال مامار بیری که خونه. والا کجا بره واله کجا بره ما تو برای مسئله خود زنکا ما باشه آفرین درسته گپ اصل تو گفتی قرار تو برو به سراخ من برم به سراخ زنکا همونجا باشه بالا ما شما میایم به تحریکی آفرین که ما تو نمیده بیا از این خسر باش که کوره اصلا دست اندگه باجه میخندی دیگه تو تعب خیر رد کنه خود تو چرا میسته که میخندی کی؟ خود تو میخندی من تو اخدو میخندی من اخدو گردان محمد باشه لیاز باشه نباشه تو سفارش زمین کنم ده والا خدای من خود که تبه خود به تریکی میاییم. برای خود تو بابا تحریکی بیای